بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهران عزیز، درس تجوید را دوام میدهیم. مایان در دو درس تمام مخرج حرف ها را تمام کرده بودیم. امروز رسیدیم به صفت های حرف ها، یعنی چه خیلی که حرف ها مخرج دارن، جای تلفظ دارن، صفت های خود را هم دارن. صفت یعنی مثل اینکه بعضی حرف ها باید خشین یا غفص خوانده شوند، بعضیشون باریک خوانده شوند، بعضیشون با کمک نفس خوانده شوند، بعضیشون خیلی زود تلفظ کرده شوند که انشالله در دوام درس آگاه می شود. امروز درسمان حرف های همس و جهر است. این قاعده ها را برای خوبتر دانستن به خود نام حرف ها انقدر اهمیت نیو، به طرز تلفظ حرف ها باید اهمیت دهیم. همس گفتم یعنی در زبان عربی پس صحبت کردن میگویند. در خود تجوید حرف هایی که از این که در وقت تلفظ اینها خیلی مخرجشون یا جای تلفظشون بی قوت هست، باید ما با کمک نفس خوشرو تلفظشون کنیم. یعنی حرف های همس 10 تا هستند و این 10 حرف رو در وقت تلفظ علل خصوص وقت ساکن میگیرند، حتما باید شما با نفستان یعنی با خارج کردن نفس قوی کنید. مثلا حرف ت، کتبت نگاه کنید. اگر به نفس من حرف ت ساکن رو تلفظ کنم، کتبت، ت شنیده نمی شود. کتبت با نفس تلفظ باید شود. حرف س هم عیناً همین خیل ث، مثلا ثلاث باید با نفس. یا حرف ح مثلا نگاه کنید، رحمانی، رحمانی نفس هم باید همراهش براید، رحمانی بعداً خوشرو شنیده می شود. حرف خ هم همین خیل، مثلا یخش، یخ همراه نفس تلفظ میکنید. سین هم عیناً همین خیل، مثلا اس واللیل اذا اس باید نفس تلفظ شود. شین هم عیناً همین خیل. صاد هم مثلا اصبر، صا اس برابر مخرجش نفس هم همراهش میبراید. و ف مثلا و اف و ج و حرف که یک توبو علل خصوص حرف که اگر بدون نفس تلفظ شود هیچ شنیده نمی شود. یک توبو یک توبو همین خیلی تلفظ می شود. برای همین باید همراهی نفس تلفظ کنیم. یک توبو با نفس براید. اینها همین 10 حرف که حرفایی چی هستن؟ همس، یعنی حرفایی که باید با یاری نفس تلفظ کنید. شما خوش رو خودتون می نفسید انشالله. با یاری نفس تلفظ کنیم. 10 تا حرف هست که به شکل جمله در آوردن. سکت فحسه شخصون، سکت فحسه شخصون گویان ازیاد کنید هم می شود. و می توانیم تست ه، خا، سین، شین، صاد، ف، کف، ه. اینجا ه رو ازیاد فراموش کردیم. حرف ه، حرف ه هم عیناً نگاه کنید، یه بیتو با نفس تلفظ می شود. فقط عکس اینها باید نفس رو به درون گیریم، بعداً خوش رو تلفظ می شود. اهدینه، اهدینه، یا اینکه یه بیتو بیرون برارت هم می شود، درون گیرت خوش رو تر تلفظ می شود. همین 10 حرف یعنی سکت فحسه شخصون. پس حرف های همس هستن، یعنی حرف های هستن که در وقت تلفظ نفس رو بیرون میکنید، نفس رو بیرون میکنید، برابر خارج شوی نفس اینها خوش رو تلفظ میشوند. عکس این اگر این 10 تا باشد، 18 حرف دیگر، 18 حرف دیگر حرف های هستن که خود در وقت تلفظ مخرجشون یا جای تلفظشون قوی هست، صدا خوش رو میبراید و نفس به اینها لازم نیست. یعنی بدون کمک نفس شما اینها رو تلفظ میکنید. از همزه شروع کرده، همزه ساکن دون، لیکن الف نه، همزه نگاه کنید. اب، اج، اد، از، ار، از در همش نفس رو میگیرید. اد حرف داد هم در حرف داد نفس تماما بیرون نمیبراید، برعکس میگیریم. اد، اپ، اپ، بعد از. یعلمو نگاه کنید، یا در وقت عین هم حتما نفس رو میگیریم که بعدا خوش رو تلفظ میشه. یا با نفس تلفظ کرده مگر این همزه تلفظ میشود. یعلمون مثلا حرف غ، یغشه، یغشه بدون هیچ نفس. ق، یق یا اقرا. حرف لام ال، ام حرف میم، حرف نون
ان یا و، مثلا او یا ی ای. یعنی نگاه کنید این 18 حرف باقی مانده حرفای جهر هستند. معنای جهر بلند خواندن، خودشون قوی هستند. برای تلفظ اینها نفس به کار نمی آید، یعنی نفس رو استفاده نمی کنیم. ام لهم خودش نفس میگیرد مثلا. اما مثلا یا اینکه حرف ج وج تبه وج اج نفس گرفته. اما یعنی این 18 حرف در وقت تلفظ علل خصوص ساکن بودن نفس به کار نرود، بقیه 10 حرف ما در وقت تلفظ حتما باید نفس به کار رود. این درباره همس و جهر بود و ما یک درس کوتاه دیگر درباره رخاوت و شدت داریم که الان می توانیم آن رو هم گیریم. برای آنکه 2 درسی با هم خیلی مانند هستند و با زیاد تلفظ کردن این حرف شما می توانید